سلام، امروز اومدیم بسته یکی از مشتریان عزیزمون رو بهشون تحویل بدیم. گفتیم از سوژه اصلی هم یه ویدیو بگیریم. امروز در خدمت یکی از مشتریان خوش سلیقه‌مون هستیم، آقای منوچهری عزیز. این ماشین رو با جزئیات بسیار زیبا جمع‌آوری کردن. از خودشون خواستیم که یه توضیحاتی راجع به قطعات ماشین بهمون بدن. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. قطعاتی که من خریداری کردم کینبال جی تی اسپویلر هست که کامل الیاف کربن هست و از پیج سوکال گاراژ ورکس سفارش دادم. یکی این دیفیوزر عقب برند استریت ایرو هستش که کلا کارخونه‌اش تو کالیفرنیا هست و این بامپر پروتکتور هستش که اینم کامل الیاف کربن هست. به علاوه قاب شکنام که اینا هم کامل الیاف کربن هست و این شلگیر هستش که برند رالی آرمور هست که باز این کارخونه‌اش تو آمریکا هستش. این در باکو از کره جنوبی سفارش دادم و فابریک موبیس هستش هیوندای و باز این الیاف کربن هست. این قطعه که یه جورایی حالا تو ارگونومی ماشین تاثیر میذاره و بادشکن هستش که باز کامل الیاف کربن هست. این راهنما رو و به علاوه قاب آینه رو باز اینو از آمریکا خریداری کردم. راهنما کامل سکونشیال هستش که به صورت آبشاری خاموش روشن میشه. این ابروی چراغ هستش که اینو از سایت ایبی خریدم و از چین وارد شده. این کاپوت هم کامل الیاف کربن هست، یعنی کاپوت کامل عوض شده و این کاپوت هوددار اومده جاش که اینو از دبی از الفین خریداری کردم. اینم قاب مشکن هستش که باز این دوباره الیاف واقعی هست و اینو از آمریکا خریدم. به علاوه این چراغا که کلا چراغ اسپکتی هستش و یه برند خیلی معروفی است که چراغای فابریک رو عوض کردم و چراغ اسپکتی جاش گذاشتم. خب این ست کامل کربن واسه داشبورد هستش که کامل قابای نقره‌ای با ست کربن اومده مثل کاور هست و روش قرار گرفته که واسه کنسول وسط هست و واسه دریچه‌های کولر و این قسمت از فرمون و قابای کنار در هست. به علاوه این شیفترهای پشت فرمون هستش، اون دنده پشت فرمون و واید بند AM هستش که واقعا خیلی چیز کاربردی هست حالا واسه کسایی که میخوان ماشینشون رو ریمپ بکنن که نسبت سوخت و هوا نشون میده. اینم باز از آمریکا خریداری کردم. ماشاءالله فوق العاده خوش سلیقه هستن. تمام این قطعاتی که خدمتتون توضیح دادم من از نقاط مختلف دنیا سفارش دادم که لینکش رو واسه شرکت پارس آمازون فرستادم و اونا هزینه‌اش رو واسه برآورد کردن و زحمت ارسالش رو کشیدن. و واقعا تشکر میکنم که این امکان رو واسه ما ایجاد کردن که بتونیم از سرتاسر دنیا چه آمریکا حالا چه کشورهای دیگه بتونیم جنسایی که حالا مد نظرمون هست رو به قیمت مناسب داشته باشیم تو کشورمون و واقعا تشکر میکنم از تیم فوق حرفه‌ایشون، فوق العاده حرفه‌ایشون. قطعات چند روزه رسیده دستتون؟ قطعات هم اکثرا زیر 1 ماه بوده، به غیر از حالا قطعاتی که حالا خود کارخونه تو آمریکا داشته درستش می‌کرد، حالا یه مقدار زمان می‌بردی که بخواد درست بشه تا حالا ارسال بشه. خیلی تشکر میکنم. سلامت باشید. شما و آقای امادی و تیم حرفه‌ایتون. قربان شما، وظیفه است. نظرتون به صورت کلی راجع به تیم ما چیه؟ واقعا عالی. میگم اصلا من خودم اولین باری که با پیجتون آشنا شدم فکر نمی‌کردم همچین قابلیتی باشه که ما بتونیم مثلا از آمریکا با وجود حال تحریما بتونیم قطعات رو از اونجا سفارش بدیم، ولی خب واقعا میگم خیلی کارتون واقعا حرفه‌ای هست. سلامت باشید. وظیفه است. ممنون. اگه ممکنه یه تست صدا هم برام. چشم حتما. قربان شما. بریم صدا اگزوزشو بشنویم. اینم قطعات جدیدی که امروز به دستشون رسیده. بریم آنباکسشو با هم ببینیم. هم که کامل الیاف کربن هست که این که فابریک هست باز میشه و این کامل جایگزینش میشه. مبارکتون باشه. سلامت باشید. با پارسی آمازون همه چیز برای همه.